دوستان عزیز، ما اومدیم با یه ترفند دیگه. اینجا یه ترفند داریم برای هواکشایی که جای تنگ دارن و باعث میشه لولهشون باریک شه. چفر یه توضیح بده. این هواکش جدید ما آوردیم، به این لوله نمیخوره. حالا اومدیم موتور این هواکش انداختیم رو این، بعد این پرهاش گیر میکنه. ما اومدیم چه کار کردیم؟ یه مقدار کم از این پروانه ها با تیزبر یا چاقو تیز گرفتیم، به راحتی جا میره و درست میگه. دیگه پولتون دوباره بدید هواکش اینو بریزید بعدی رو بگیرید. پروند این چیه؟ درست میشه. بله. بزن اینجا، روشن کن. ببین قشنگ راحت منظم کار میکنه. درسته. بعد چیکار میکنی؟ جا میزنی. البته این دفعه مال موقعیه که اینجا شما وقتی میخواید هواکش جا بزنید، چون اونجا فضا کمه، اون لوله هواکش تنگ میشه، نمیذاره پروانه چرخیدش. به خاطر همین ما این حرکت رو انجام میدیم که جور در بیاد. تا ترفند بعدی، خدا.